روایات فراوانی دارد که مسجد فردای قیامت شفاعت میکنه، شکایت هم میکنه. جایی هم که انسان روش نماز خونده این شهادت میداد که رو من نماز خونده. مسجد شفاعت و شکایت در روایات دارد. اگر کسی مجاور مسجد باشد یا صدای اذان رو بشنود ولم یحضر الجماعه و حاضر بالجماعه نشود، آثار بدی رو براش نقل کردن و همون مسجد و همون اذان شفاعت یا شهادت میدهد علیه یا لحی کسی. لذا حتی دارد که در مکانهای مختلف تو مسجد نماز بخونید که زمین شهادت، زمین زی شعوره. یومئذ به تعبیر قرآن سوره مبارک زلزال، یومئذ تحدث اخبارها، یعنی زمین اخبار خودش رو حدیث میکنه، ضبط میکنه. اینطوری نیست که ما تنها باشیم، هیچ موقع ما تنها نیستیم. حالا غیر از خدا و اولیا و ملائکه و این حرفا، خود زمین هم شاهده، خود زمین هم ثبت میکنه، ضبط میکنه، فیلم برداری میکنه و اجمال که ذی شعوره و حیات هم دارد. حتی دارد که وجود مقدس، مکرر عرض کردیم، وجود مقدس مولا الموحدین اول مظلوم عالم یعنی آقا علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه وقتی که بیت المال رو تقسیم میکرد 2 رکعت نماز تو همون مکان زمین میخوند و با زمین حرف میزد که یا ارض اشهدی، ای زمین شاهد باش، به حق پر کردم و به حقم تقسیم کردم. پس معلومه که خدا رحمت کند قدیمی ها را، اینقدر با صفا بودن و اینقدر باورشون بالا بود، شب که میخواستن بخوابن با زمین حرف میزدن که ای زمین نازنین کس نیاد بالا سرم به غیر از امیر المؤمنین. هم بودا، یعنی اینا خودشون مأمورند، خود همین زمین زمان اینا مأموریت دارن، لذا اینا ذی شعورند، متوجهند، ضبط میکنند.